روز 24 فوریه تخمینا ساعت 15:00 دقیقه در گردش حلقه منطقه چمچوقرل شهر خوجند یک ماشین مرسدس به ماشین لابو برخورده است. در نتیجه صدمه راننده لابو رحیم عارفو و مادر 52 سالش که از قضا آن روز در ماشین پسرش بود جراحت جسمانی برداشتند و هر دو را در بیمارستان بستری کردند. در سر چنبرک فرمان مرسدس خانم با نام فاطمه بوده. به گفته شاهدان او به سبب سرعت بلند و ویران کردن قاعده های حرکت از عهده اداره واسطه نقلیاتش برآمده نتوانسته به برخورد با ماشین لابو راه داده است. رحیم عارفوف میگوید که راننده مرسدس باید اولا به واسطه های نقلیاتی که از راه اساسی حرکت داشتند راه میداد، از طرف دیگر او باید در گردش با سرعت پست حرکت میکرد، ولی سرعت مرسدس به تخمین جبر دیده 70-80 بوده است. جانب جبر دیده میگویند که مادر و پسر اینک 2 روز باز در بیمارستانند، ولی راننده مرسدس حتی به عیادتشان نآمده است. تا کنون جبر دیده ها خودشان پول طبابتشان را پرداخت کرده ایستادند. در تاجیکستان که نظام سقراطه خیلی فلج و نابکار باقی میماند، تا حال در صورت سر زدن صدمه ها بر اساس توافق طرفین، طرف گناهکار پول طبابت طرف جبر دیده و همچنین پول ترمیم و تعمیر ماشین جبر دیده را با دوش خود میگیرد. در عوض در بسیار موردها طرف جبر دیده از دعوای خود میگذرد و قضیه های مربوط به صدمه ها در بسیار موردها به دادگاه نرسیده بر اساس توافق طرفین حل و فصل می شوند.